دیهاتی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای محمد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لبیک گفتند. همیشه جواب بدتمیزی را با محبت می دادند. گفت: من 3 سخن تو را نمی فهمم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: بگو کدام ها را؟ گفت: تو می گویی که ما دین بابا و اجداد خود را گذاشته دین تو را قبول می کنیم. ما برای چی دین خود را گذاریم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: خب باز کدام سخنم؟ گفت: باز تو می گویی که روم و ایران فتح می شود. آنجا اینقدر پادشاهان بزرگ است و تو فقیر، چی طور فتح می کنی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت: خب سیومش را بگو. گفت: تو می گویی که پس از میرانیدن باز زنده می شویم. تا امروز کی زنده شده است؟ بابا و اجداد ما کسی زنده شده است؟ همه در قبرها هستند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تبسم کردند و گفتند: لعلک تطول بک الحیاه. ان شاء الله عمر تو دراز است و تو می بینی همه عرب ها کلمه مرا می خوانند و ایران و روم هم فتح می شوند. اکنون باقی ماند 3 سخنم: زنده شدن پس از میرانیدن. روز قیامت من از دست تو می گیرم و می گویم 3 سخنم عملی شد یا نه؟ آن مرد دیهاتی گفت: من قبول ندارم و برفت. وقتی که مکه فتح شد و عرب ها کلمه خواندند و مسلمان شدند، این شخص گفت: 1 سخنش عملی شد. و در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که روم و ایران فتح شدند، این شخص گفت: 2 سخن محمد هم عملی شد. من باید ایمان بیاورم. اکنون 3مش عنیق هست. ایمان آورد و هجرت کرد و مدینه منوره آمد و زندگیش را در مدینه گذرانید. وقتی که در مجالس حضرت عمر رضی الله عنه می آمد این شخص، حضرت عمر رضی الله عنه بسیار با یک احترام خوب پیشوازش می گرفت. صحابه ها حیران می شدند. یک دیهاتی را اینقدر سخت احترام می کند عمر؟ یک روز حضرت عمر رضی الله عنه گفتند: من به شما بگویم برای چی اینقدر احترام می کنم این شخص را؟ من در همان مجلس بودم این شخص آمده بود و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این شخص گفت: روز قیامت من از دستت می گیرم و در یادت می آورم که بعد از مرگ زندگی هست یا نه. روز قیامت از دست کسی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گرفت تا به جنت نبرد باز نمی کند. برای همین این شخص بسیار خوشبخت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دستش می گیرد، همراهش به جنت می برد. الله متعال همه ما و شما را نصیب کند که روز قیامت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را شفاعت کند. برادران عزیز، سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن این خود صدقه جاریه است. برای چنین نوارهای پندآمیز در همین کانال جمیل تیوی آبونه شوید. جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه مصر فتح شد و دریای نیل خشک شد. هر سال دریای نیل خشک می شد. مردم مصر
یک دختری زیبا را گرفته تنه او را با جواهرات قیمت بها آرا داده در این دریا می گذاشتند. بعداً آب دریا جاری می شد و دختری زیبا را غرق کرده هلاک می کرد. خلاص همین طور آب این دریا جاری می ماند تا سال دیگر. شیطان در این دریا تصرف داشت. این بار وقتی که آب دریا خشک شد در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه بود. مردم مصر نزد عمرو بن عاص آمدند و گفتند دریای نیل خشک شده است، ما باید یک دختر را قربان کنیم. حضرت عمرو رضی الله عنه گفت اسلام ظلم را اجازت نمی دهد و به حضرت عمر رضی الله عنه پیام نوشت که دریای نیل خشک شده است و طریقه جاری شدن این دریا چنین است که هر سال وقتا که خشک می شود مردم مصر در این دریا یک دختر را قربانی می کنند، سپس آب این دریا جاری می شود. حضرت عمر رضی الله عنه دو پیام نوشتند. یکی برای عمرو بن عاص گفت که تو کار خوب کردی، این طور کردن در اسلام اجازت نیست، یعنی ظلم. و دویم پیام را برای دریای نیل نوشت. سبحان الله، امروز پسر پدر را گوش نمی کند، دختر مادر را. اما خلیفه وقت حضرت عمر رضی الله عنه دریای نیل را پیام نوشته ایستاده است. بسم الله الرحمن الرحیم. من عبد الله امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر. پیام از جانب بنده الله عمر بن خطاب امیر المؤمنین برای دریای نیل مصر. ان كنت تجری من قبلك فلا تجری. ای نیل، اگر تو با طاقت و توانایی خودت جاری می شوی دیگر جاری نشو. و ان کان الله الواحد القهار یجریک. و اگر تو با امر الله عمر جاری می شوی من الله هم را می گویم که تو را جاری کند. و گفت عمرو بن عاص را که این پیام من را در دریای نیل بگذار. شب پیام را گذاشتند در دریا. سحر مردم دیدند که دریا جاری است. برادران عزیز، دوستی بود با الله. دوستی با الله جل جلاله خوشبختی دنیا و آخرت است. دوستی با الله جل جلاله یگانه راه حل همه مشکلی های دنیا و آخرت است و این دوستی را ما می توانیم آموخته تنها و تنها از سیرت و زندگی مبارک امام الانبیاء رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است. این نوار را نشر کنید و در ثواب شریک شوید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.